سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو قرار در رابطه با 10 تا از جالب ترین و میتونم بگم عجیب ترین دانستنیه که نمیدونستید حرف بزنیم و بهتون معرفی کنم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحالم میکنید که این ویدیو رو لایک کنید و اگر از این جور سبک از ویدیوها دوست دارید بیشتر ببینید حتما یه سری به کانال ما بزنید و کانال ما رو دنبال کنید. شماره 1: آیا میدونستید که تا به امروز فقط 1% از موجودات جهان مورد تحقیق و کشف قرار گرفته؟ دانستنی شماره 2: یک خرس بالغ میتونه به اندازه سرعت یک اسب بدوه. شماره 3: آیا تا به حال به گوشتون خورده بود که پلک زدن زنا 2 برابر پلک زدن مردا هستش؟ دانستنی شماره 4: جالبه که بدونید در هر 2 هفته یک بار یک زبان در دنیا منقرض میشه. شماره 5: جالبه که بدونین مورچه ها میتونن 2 روز در زیر آب زنده بمونن. دانستنی شماره 6: جالبترین دانستنی اینه که سگ‌های شهری 3 سال بیشتر از سگ‌های روستایی عمر میکنن. شماره 7: یه گونه کمیاب از خرگوش‌ها میتونن 12 ساعت بعد از تولد جفتگیری کنن. دانستنی شماره 8: میوه موز یکی از پرمصرف‌ترین میوه‌های کشور آمریکا هستش. دانستنی شماره 9: یکی از جالبترین و میتونم بگم عجیبترین دانستنیه که به گوش خود من خورده اینه که هیتلر یک انسان گیاهخوار بوده. شماره 10 و آخرین دانستنی: یکی از جالبترین دانستنی اینه که در 800,000 سال گذشته صحرای بزرگ آفریقا سبز بوده. گفته شده که این مکان در گذشته مرطوب بوده و باعث رشد گیاهان می شده، ولی به خاطر نحوه حرکت زمین به دور خورشید این اتفاق برای این مکان افتاده. اینم از این ویدیو. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدوارم این ویدیو براتون جالب بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک ویدیو فراموش نشه و حتما اگر از این جور سبک از ویدیوها دوست دارید بیشتر ببینید حتما کانال ما رو از پایین صفحه دنبال کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.